هر 1000 بازدید در یوتیوب چند دلار درآمد داره؟ اگه به دنبال این هستید که یک کانال یوتیوب بزنید یا کانالی دارید و به درآمدزایی از اون فکر میکنید، این ویدیو مناسب شماست. چون در این ویدیو به بررسی دقیق میزان درآمد به ازای هر 1000 بازدید میپردازیم. همچنین به شما اطلاعات کاملی در مورد درآمد کلی کانال ها، قوانین و شرایط و تمامی مواردی که برای درآمدزایی از یوتیوب به اون احتیاج دارید ارائه خواهم داد. شاید بعد از دیدن این ویدیو تصمیم بگیرید که موضوع کانالتون رو تغییر بدید یا حتی کانال یوتیوب خودتون رو راه اندازی کنید. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام، من محمد حسین اینولیی هستم و به یک ویدیو دیگه از کانالمون خیلی خوش اومدید. خب بدون معطلی بریم سراغ 4 بخشی که ما در این ویدیو داریم. درآمدزایی از یوتیوب چطوری کار میکنه؟ شما میتونید یک کانال در یوتیوب بسازید درست مثل ایجاد یک پیج در اینستاگرام. ابتدا هیچ گونه اطلاعات مالی از شما نمیخواد، اما وقتی کانال شما به شرایط درآمدزایی از یوتیوب رسید، ماجرا تازه شروع میشه. حالا سوال اینجاست که شرایط درآمدزایی از یوتیوب چطوریه؟ برای درآمدزایی از یوتیوب باید حداقل 2 تا شرط رو داشته باشید. یکی اینکه کانالتون باید حداقل 1000 سابسکرایب یا دنبال کننده داشته باشه. و دوم اینکه یکی از این 2 شرطی که الان بهتون میگم رو باید بتونید برآورده کنید. اگه ویدیوهای بلند میسازین، باید ویدیوهاتون در 1 سال اخیر مجموعاً 4000 ساعت تماشا شده باشه. اگر ویدیوهای کوتاه تولید میکنید، ویدیوهاتون در 90 روز گذشته باید حداقل 10 میلیون بازدید کسب کرده باشه. حالا بعد از رسیدن به این شرایط و رعایت کردن قوانین یوتیوب، کانال شما مورد بررسی قرار میگیره. اگر تایید شد، تبلیغات روی ویدیوهای شما قرار میگیره. این یعنی زمانی که مخاطبان شما ویدیوهای شما رو تماشا میکنن، قبل، وسط و آخر اونها تبلیغات نمایش داده میشه. یه نکته مهم، اگر قبل از رسیدن به شرایط درآمدزایی مخاطبان روی ویدیوهای شما تبلیغاتی رو ببینن، هیچ درآمدی برای شما محاسبه نمیشه و تمام درآمد شما به خود یوتیوب تعلق میگیره. اما وقتی تبلیغات روی ویدیوهای شما فعال شد، درآمد شما به صورت روزانه محاسبه میشه. یوتیوب سهم خودش رو برمی‌داره و مابقی درآمد شما به حسابتون واریز میشه. حالا این درآمد آخر ماه تجمیع میشه و در نهایت به حساب ادسنس شما واریز میشه. حالا سوال اینجاست، حساب ادسنس چیه؟ برای برداشت این درآمد شما نیاز به حساب ادسنس دارید. کاربران ایرانی نمیتونن به صورت مستقیم حساب ادسنس ایجاد کنن. یه راهکار اینه، شما میتونید از دوستان و آشنایانی که خارج از ایران زندگی میکنن کمک بگیرید و حساب ادسنس رو اینها براتون ایجاد کنن و درآمدتون رو به صورت کلی داخل این حسابی که ایجاد شده واریز کنید. یا یه راهکار دیگه اینه که شما میتونید با شرکت‌های واسطه قرارداد ببندید و کانالتون رو به حساب اونها وصل کنید و درآمدتون رو از اون طریق دریافت کنید. بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی، ازتون خواهش میکنم اگر ویدیوهای من براتون مفید بوده، حتما لایک کنید و اگه به موضوع درآمدزایی از یوتیوب علاقه دارید و فکر میکنید اجرای من تو این زمینه خوبه، کانال من رو با زدن دکمه سابسکرایب دنبال کنید تا ویدیوهای بعدی برای شما ارسال بشه و بتونید اونها رو ببینید. سوال بعدی که از من میپرسن، درآمد به ازای هر بازدید چقدره؟ قبل از اینکه عدد دقیق درآمد به ازای 1000 بازدید رو بهتون بگم، باید یه نکته مهم رو بهتون مطرح کنم. امیدوارم صبور باشید تا بتونم کامل و دقیق بهتون توضیح بدم. ببینید بچه‌ها، ما چند تا فاکتور داریم که به روی درآمد روی 1000 بازدید تاثیر مستقیم میذارن. ممکنه شما به ازای 1000 بازدید $1 درآرید، ممکنه $20 یا حتی بیشتر یا حتی کمتر. حالا سوال پیش میاد، این فاکتورها چی هستن؟ یکی از این فاکتورها CPM هستش. CPM یعنی چی؟ خیلی‌ها فکر میکنن CPM همون درآمد یوتیوبه، ولی اینطور نیست. CPM هزینه ایه که کسب و کارها به یوتیوب برای تبلیغشون پرداخت میکنه. این رقم به طور مستقیم به درآمد شما مربوط نمیشه، اما چیزی که به شما مربوط میشه RPM هستش. RPM یعنی درآمد خالص و دریافتی شما از نمایش تبلیغات در یوتیوب. حالا برخی از کسب و کارها تمایل دارن پول بیشتری رو بابت تبلیغاتشون پرداخت کنن تا تبلیغاتشون بیشتر از رقبا نمایش داده بشه. پس در نتیجه تبلیغات خیلی گرونتری هم دارن. حالا اگه این تبلیغات گرون روی کانال شما نمایش داده بشه، درآمد شما بیشتر از رقیباتون خواهد بود. ولی اگه تبلیغات ارزونتری نمایش داده بشه، درآمد شما به ازای هر 1000 بازدید کاهش پیدا میکنه. حالا یه سری عوامل هستن که روی درآمد شما تاثیر مستقیم دارن. اولین عامل موقعیت جغرافیایی بیننده.
اگه بیننده شما از کشورهایی مثل آمریکا، کانادا یا اروپا باشه، تبلیغات خیلی گرونتری بهشون نمایش داده میشه. ولی اگه بیننده شما با آی پی کشورهای کم درآمدتر مثل هند ویدیو رو ببینه، تبلیغات ارزونتری بهش نمایش داده میشه. عامل بعدی بینندگان فارسی زبان هستن. بسیاری از بیننده های فارسی زبان از VPN استفاده میکنن و با آی پی های آمریکا، اروپا یا کانادا ویدیوها رو میبینن. این باعث میشه درآمد شما به صورت مصنوعی بیشتر بشه، چون تبلیغات کشورهای پیشرفته روی ویدیو شما قرار میگیره. عامل دیگه سن و علاقمندی ها هستش. اگه بیننده های شما علاقمند به موضوعات مالی باشند، تبلیغات مالی که از همه گرونتر هستند به اونها نمایش داده میشه و این باعث افزایش درآمد شما میشه. این فاکتورهایی که بهتون گفتم و موارد مشابه اونها تأثیر بسیار زیادی روی درآمد نهایی شما خواهند داشت و شما میتونید با توجه به محتوایی که دارید تولید میکنید و مخاطبانی که جذب میکنید درآمدتون رو بیشتر کنید یا کمتر کنید. حالا اگه ویدئوی شما کمتر از 8 دقیقه باشه، فقط یک تبلیغ نمایش داده میشه. اما اگه ویدئوی شما بالای 8 دقیقه باشه، تعداد بیشتری تبلیغ در اون قرار میگیره. وقتی مخاطب شما چند تبلیغ رو در یک ویدئو میبینه، درآمد شما به ازای 1000 بازدید بیشتر میشه و در نتیجه RPM یعنی همون درآمد خالص شما افزایش پیدا میکنه. یه نکته خیلی مهم اینه که اگه ویدئوی خیلی طولانی بسازی، مثلا یه ویدئو 20 دقیقه‌ای یا 1 ساعتی، ولی مخاطب شما فقط 1 دقیقه از ویدئو رو تماشا کنه، RPM شما بالا نمیره. حالا فرض کنیم 2 تا ویدئو در یک کانال قرار دادیم که زمان هر دوشون 8 دقیقه هستش و موضوعشون هم یکی هستش، ولی کیفیت ضبط و ویرایششون یکم با هم فرق میکنه. در ویدیو اول مخاطب به طور متوسط 50% ویدیو رو میبینه، یعنی 4 دقیقه از 8 دقیقه. اما در ویدیو دوم فقط 1 دقیقه از ویدیو رو تماشا کرده، چون محتوا اصلا جذاب نبوده. پس بنابراین درآمد ویدیو اول از درآمد ویدیو دوم بیشتر خواهد، حتی اگه موضوع هر دوشون هم یکسان باشه. برای بررسی میزان دیده شدن ویدیوهاتون میتونید به قسمت اینگیجمنت در داشبورد یوتیوبتون برید. در اینجا میتونید ببینید که چند درصد از ویدیو در لحظه‌های مختلف توسط مخاطبانتون دیده شده. مثلا ممکنه در ثانیه اول 90% از مخاطباتون ویدیوتون رو دیده باشن و بعد از چند ثانیه تعداد اونها کاهش پیدا کنه. حالا این اطلاعات به شما کمک میکنه تا ببینید کدوم بخش‌ها باعث ریزش مخاطبتون میشه. ترفندی هم که میخواستم بهتون بگم این هستش که وقتی متوجه شدید کدوم قسمت‌ها ریزش مخاطب دارن، میتونید حالا اون بخشا رو حذف یا کات کنید. مثلا ممکنه یک جایی از ویدیو یه توضیح خیلی طولانی داده باشید و خیلی خسته کننده باشه برای مخاطبتون، یا مثلا تو اون بازه میکروفون مشکل داشته. با حذف این بخش‌ها میتونید ریزش مخاطباتون رو کاهش بدید و درآمدتون رو افزایش بدید. حالا بریم سراغ بخش سوم که همون میانگین درآمد یوتیوب به ازای 1000 بازدید هستش. قبل از اینکه بیایم به این قسمت بپردازیم، باید بدونید درآمد به ازای 1000 بازدید یک محدوده است. نمیتونیم بیایم دقیقاً بگیم که $1 یا $2، بلکه از حدود $0.5 تا $20 یا حتی بیشتر متغیره. این عدد به فاکتورهایی که قبلا بهتون توضیح دادم بستگی داره. در سال 2024 میانگین RPM برای موضوعات مختلف به این صورته. مثلا برای شورت ویدیوها یا همون ویدیوهای کوتاه RPM حدود $0.01 بوده و CPM $0.02. این به این معنیه که درآمد از شورت ویدیوها معمولا کمه، خصوصا برای موضوعاتی که جذابیت مالی نداره. اگه قصد دارید کانال ویدیوهای کوتاه راه اندازی کنید، باید تعداد بازدیداتون خیلی زیاد باشه تا بتونید به درآمد مثلا 500 تا $1000 در ماه برسید. CPM برای ویدیوهای کوتاه معمولا حدود $0.09. موضوعات مالی و جذابیت‌های تبلیغاتی به طور معمول میتونن CPM بالاتری داشته باشن، اما در این حالت هم حد اکثر مقدار اون $0.08 و CPM برتر هم به حدود 15 سنت میرسه. حالا بریم سراغ ویدیوهای بلند که موضوع اصلی ویدیوهای ماه. برای مثال کانال های موزیک حدود $0.75 به ازای هر 1000 بازدید درآمد دارن. کانال های سرگرمی، تفریحی و حیوانات خانگی به ازای هر 1000 بازدید حدود $1 درآمد ایجاد میکنن. کانال های گیمینگ کمی بیشتر درآمد دارن، تقریبا حدود $2.5 به ازای هر 1000 بازدید، چون تبلیغات مرتبط با این حوزه حرفه‌ای تره.
کانال هایی که به موضوعات آموزشی میپردازن، مثل اینکه چطوری غذا درست کنیم یا چطوری فیلم برداری کنیم، میتونن تا $3.5 به ازای 1000 بازدید کسب بکنن. به طور کلی کانال هایی که موضوعات آموزش محور دارن معمولا در رنج بین 3 تا $4 هستن. کانال هایی که به موضوعات مالی و بازاریابی دیجیتال میپردازن میتونن درآمد خیلی بیشتری کسب کنن، به طور متوسط بین 8 تا $20 به ازای هر 1000 بازدید، با CPM بین 14 الی $36. برای اینکه بدونیم یوتیوب چطوری درآمدش رو تقسیم میکنه، در ویدیوهای بلند 55% درآمد به شما تعلق میگیره و 45% برای یوتیوبه. در ویدیوهای کوتاه 45% به شما تعلق میگیره و 55% به یوتیوب، که یکی از دلایل پایین بودن درآمد این گونه ویدیوهاست. روش دیگه‌ای که میتونید استفاده کنید فروش محصولات مرتبط با موضوع کانالتونه. این محصولات میتونن شامل دوره‌های آموزشی، مشاوره یا خدمات باشن. بسیاری از افرادی که تو این زمینه به صورت حرفه‌ای عمل میکنن، درآمدشون از فروش محصولات به مراتب بالاتر از درآمد حاصله از تبلیغاته. این روش به شما اجازه میده از همون ابتدا حتی با داشتن 100 بازدید بتونید درآمد کسب کنید. همچنین میتونید از همکاری در فروش استفاده کنید. در این حالت با استفاده از لینک هایی که برای محصولات دیگران ایجاد میکنید، اگر کسی از طریق لینک شما خرید کنه یک کمیسیونی دریافت میکنید. و یه روش دیگه هم که داریم حمایت مالیه که توی اون میتونید از لینک اختصاصی برای حمایت از خودتون داشته باشید. این لینک در توضیحات ویدیوتون قرار میگیره و افرادی هم که تمایل به حمایت دارن میتونن از اون لینک استفاده کنن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و مطالب مفیدی یاد گرفته باشید. از شما بابت دنبال کردن کانال و لایک ویدیو سپاسگزارم.